یا الله. ابو عمار از ما فارسی رو بهتر صحبت میکنه، البته من فقط خودشیرینی میکنم باهاش عربی صحبت میکنم. ابو عمار از قدیمی های دفاع مقدسه، از رفقای جان ماست که تو یادواره شهدای ایرانی بیشتر میبینیمش، اینقدر نازنینه و با صفا. این ابو عمار عزیز و نازنین ما گفتن بگید از پیشکسوتان سپاه بدر، اما مگه میشه این روزهای ابو عمار رو یادمون بره؟ ابو عمار همین الانش مربی از سرجم کننده تیم ها است، همین الان تحلیلگره، همین الان مصاحبه کننده است، همین الان کلی آدم میفرسته جبهه مقاومت. ابو عمار همون ابو عمار چند سال پیشه، یک کمی محاسنش فقط سفید شده. سلامتی ابو عمار. فرمانده های حاضر در جلسه بلند صلوات. صلوات الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین. این روز من به نمایندگی از نیروهای بدر قهرمان در برابر شما ایستادم. ای برادران گرامی، من به این جایگاه افتخار میکنم. شما با سپاه بدر و جایگاه شرافتمندان اون در جبهه‌های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران آشنا هستید. تاریخ اقدامات رزمندگان بدر را با عبارت نورانی ثبت کرده است. شهدای بدر تحدی و روایت نصر را به خون خود نوشتند و مزاراشون تا امروز روایتگر مجاهدات اونون است. اولین بذر نورهای بدر در سال 1360 تشکیل شد. این اولین مرحله برای مجاهدین بدر بود که به جبهه‌های حق آمدند. اونها بعد از آموزش و تجهیز در عملیاتها شرکت کردند و جای خود را تقدیم نمودند. این نیروهای در سالهای بعد تحت فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی رحمت الله